بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ثم الحمد لله که الله متعال ما و شما را توفیق داد و تانستیم 28 سپاره قرآن عظیم شان ختم بکنیم. این بزرگترین نعمت الله است، بزرگترین نعمت الله است که در عصر فتنه و عصر سختی ها و عصر مشکلات و عصر که بسیاری از جوانای ما به بسیاری از گناه های خطرناک مبتلا هستند، بعضی حتی مرتد شدند، بعضی شیطان پرست شدند، لکن الحمدلله ثم الحمدلله بازم یک تعداد از خواهرها و برادرای ما جوان این آمدن و در سپاره 28 قرآن خود رساندن و این کار ما و شما نیست. الله متعال وقت بنده های خود اختیار میکنه، توفیق میده، یک لطف الله است که ما و شما باید شکر بکنیم. آدم نمیتونه هیچ کار بکنه مگر به توفیق الله. این توفیق الله متعال بود که ما و شما رو در اینجا رساند و الحمدلله کل شما ما که میبینم در چهره هایتان اما علاقمندی به درس است که هر قدر خوانده بریم هنوز خوشحال میشین میگین که الحمدلله 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 که ما چی شویم قرآن عظیم شان بخوانیم و این یک چیز که الله متعال بر ما و شما اجرش نصیب بکنه. الله متعال بر ما و شما کوشش بندگی خدا کردیم دیگه و رحمت الله هست که از ما و شما قبول بکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره الملک. این سوره ملک است. سوره ملک به معنای سوره چی است؟ سوره حاکمیت است. سوره هست که جواب است برای کافرایی که اونا میگن که دین با حکومت ارتباط نداره. اصلا حکومت الله میسازه، حاکم الله هست. در حکومت چیزی که بسیار مهم است مرجع قانون است که قانون از کجا بسازیم. حکومتی که مثلا در حکومت 4 چیز است، فکرتان باشه. حکومت 4 رکن داره. حکومت 4 رکن داره. کتله بشری است که حاکمیت سیاسی خود در یک سرزمین به اساس یک قانون چی میکنه؟ قائم میکنه. پس 4 اصل است در حکومت. یکی انسان ها هست، عنصر اولش انسان هاست در حکومت. عنصر اول انسان است، انسان. عنصر دوم سرزمین سیاسی است در یک زمین، در یک منطقه. سومش حاکمیت سیاسی است، قدرت سیاسی هست. و چهارم عنصرش مرجع قانونی هست، مرجع تقنینی، مرجع تشریعی. اینال حکومت ها در 3 عنصر اول با هم کلشان شریک هستند. حکومت ها در 3 عنصر با هم چی هستند؟ شریک هستند. حکومت اسلامی، کافری، دیندار، بیدین، کلش در 3 عنصر. در عنصر اولش که انسان هستند، عنصر دومش سرزمین سیاسی و سومش سلطه و قدرت است. سرزمین، انسان و قدرت سیاسی. در این 3 کل حکومت ها شریک هستند. فرق حکومت ها در چی میشه؟ در عنصر 4 میشه. پس ما حکومت چه قسم تعریف میکنیم؟ میگیم حکومت عبارت از کتله بشری است که دولت یا حکومت عبارت از کتله بشری است که حاکمیت سیاسی خود را در یک سرزمین مطابق یک ایدئولوژی و قانون خاصی ساخته باشد. این تعریف عام چی است؟ حکومت شد. حال فرق بین حکومت اسلامی و حکومت‌های غیر اسلامی در چی است؟ در مرجع قانونی. حکومت اسلامی کدام حکومت چه قسم تعریف میکنیم؟ میگیم حکومت اسلامی حکومت است که کتله بشری است، مجموعه از انسان‌ها کتله بشری است که حاکمیت سیاسی خود در یک سرزمین در 4میش فرق است به اساس مرجع قرآن و سنت قائم کرده باشد. مرجع قانونشان چی است؟ قرآن و سنت است. اگر مرجعش قرآن و سنت بود و چی است؟ حکومت اسلامی است. خیلی حکومت کمونیستی کدام میگیرن؟ میگه حکومت کمونیستی کتله بشری است که حاکمیت سیاسی خود در یک سرزمین مطابق اندیشه مارکس ساخته باشه. وقتی که مطابق اندیشه مارکس ساخت، حکومتش به نام چی گفته میشه؟ مارکسیستی. حکومت سکولار کدام حکومت هم میگن؟ میگه کتله بشری است که حاکمیت سیاسی خودش را در یک سرزمین به اساس قانونی که دین از دولت جدا میکنه. این حکومت چی میگن؟
حکومت سکولار میگن. حکومت دموکراسی کدام یکی رو میگن؟ میگه حکومت دموکراسی کتله بشری است، حاکمیت سیاسی خود در یک سرزمین به اساس قانون انسان ها قائم کرده باشه. مرجع قانونش قرآن و سنت است. مرجع قانونش چی است؟ انسان ها هست. حکومت مردم توسط مردم برای مردم. حکومت اسرائیل که است صهیونیستی، کتله بشری است که حاکمیت سیاسی خود را در یک سرزمین مطابق اندیشه صهیونیستی قائم کرده باشند. اون یک اندیشه دارن برای اندیشه صهیونیستی. این می قسم حکومت ها فرق میکنه. پس آل اینجا الله متعال میگه که این سوره را سوره ملک میگن به خاطر که مالکیت الله را بیان میکنه که مرجع قانونی حکومت اسلامی الله هست. چرا؟ الملک، مالک متصرف است. قانون از او بالای تمام مخلوقات تطبیق میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیده الملک. تبارک، و این سوره مکی هست، اساسات عقیده را بیان میکنه. پس ارتباط اسلام با سیاست جز عقیده اسلام است. کسی که میگه اسلام با سیاست ارتباط نداره، این عقیدهش خرابه. به این معنی که اسلام با سیاست ارتباط نداره، ما حکومت میسازیم که این به دین ما تعلق نداشته باشه. این گپ کفر است. ما باید حکومتی بسازیم که او به دین ما ارتباط داشته باشه. چرا؟ تعهد دوم کلمه طیبه چی است؟ ما 3 تعهد در کلمه داریم. تعهد دوم کلمه ارتباط اسلام با سیاست بیان میکنه. در تعهد اول میگه الله بغیر از ذات تو کس دیگر عبادت نمیکنم. تعهد دوم چی است که یا الله بغیر از شریعت و قانون تو قانون کس دیگه را اطاعت نمیکنم. یعنی اگر من حکومت میسازم، نظام سیاسی اسلام و نظام اقتصادی اسلام به اساس چی هست؟ به اساس مرجعش که قرآن و سنت است. این حال کسی که میگه در حکومت قرآن و سنت نباشه، این باز مسلمان نیست. تعهد خود در کلمه شکستانده. الله متعال میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی، بسیار با برکت است، الذی، او ذاتی که بیده الملک، در دست او هست. دستش که ما کیفیتش نمیفهمیم. او صفتی که ید، میگیم ید چی قسم تعریف میکنیم؟ میگیم صفت الله متعال است که به خود نسبت داده، غیب است، کیفیتش ما نمیفهمیم. چگونگیش چه قسم است؟ میگیم همون قسمی که به جلال و عظمت الله شایسته هست. او را با دست مخلوقات تشبیه نمیکنیم. پس با برکت است الذی، او ذاتی که بیده الملک، و در دست از او هست الملک، مالکیت و تصرف و قانونگذاری و تشریع در زمین و در آسمان، در دنیا و در آخرت. و هو علی کل شیء قدیر، و الله بر هر چیز قدرتمند است. الذی، او ذاتی که خلق الموت و الحیات، که خلق کرده زندگی و مرگ را. یعنی الله هم زندگی را خلق کرده و هم مرگ را. لام تعلیل است. در نحو میگه لام تعلیل است. یعنی چرا خلق کرده الله زندگی و مرگ را؟ میگه لیبلوکم ایکم احسن عملا. به این علت، به این هدف هستی تا الله امتحان کند شما را که ایکم، کدام یکی شما، احسن عملا. اینجا نگفت که اکثر عملا. بعضی کساست در 1 دقیقه 40 رکعت نماز میخونه. گفته اکثر نخوان، احسن بخوان. مثلا 10 دقیقه وقت داری، میخوای نفل بخوانی، اگر نیم دقیقه بخوانی، رکعت نیم دقیقه 20 رکعت میخوانی. الله میگه نه، احسن بخوان. در 10 دقیقه 2 رکعت خوبش بخوان. فهمید؟ یعنی 20 رکعت خراب نخوان. ما و شما زیاد خوش داریم، همین زیاد. یک نفر برات مثلا سیب میاره، یک سیر گنده که میخوری، نیمش تلخ است، نیمش بوی میده، نیمش فلان است. برش میگو بیادر 2 تا نگک میوردی خوبش میوردی. 100 روپیه رفتی سیب گنده یک سیر خریدی، اما 100 روپیه یک پاو میخریدی سیب لکس کم 1 دانه رو میخوردی خوبش. الله متعال عمل خوبش کار داره. 2 رکعت بخوان به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم. لیبلوکم، تا امتحان بکند شما را، ایکم، کدام که شما احسن عملا، که اعمال حسن میکنیم. و هو العزیز الغفور، الله بسیار غالب است و بسیار بخشاینده است. الذی خلق 7 سماوات طباقا، الذی، الله، او ذات است که خلق 7 سماوات طباقا، خلق کرد 7 آسمان را طبقه به طبقه.
آل این جواب است برای سیکولرهایی که حکومت الله را نمیپذیره. اونا میگه ما انسان ها میخوایم حکومت کنیم. الله میگه که حکومت کسی بکنه که مالکیت آسمان و زمین در تصرف از او هست. تو چی کاره هستی؟ مالکیت نفس خود نداری. یک سیکولر بگو امروز در اتاق میشانمت، دروازه را سرش قید کو، بگو تو امروز پادشاه هستی. خب به شرطی که 24 ساعت تشناب نری. اگر تو 24 ساعت در اتاق از گندگی پر نکردی پس آمدم. با سیسترا میگم برام قانون بساز. پس که بیایی خودش اتاق کت اتاق گنده و بوی گرفته. تو آمدی حکومت میکنی. تو حکومت سر خود کردن نمیتونی. بر خود یک قانون بساز که امروز من 24 ساعت تشناب نمیرم. اگر سر خود 24 ساعت قانون تشناب نرفتن تطبیق کرده تا نیستی، باز بر ما قانون بساز. تو سر خود قانون ساختن نمیتونی، خود کنترل کردن نمیتونی. این گزی میدان حاکمیت از کسی است که بیده الملک، مالکیت به دست از او هست. زمین و آسمان در تصرف از او هست. کل مردم میگه که برف نشه، اون میگه برف میکنم. کل مردم میگه زلزله نشه، یک دفعه میگه من زلزله میکنم، زمین برتان گت وت میکنم. یعنی میگه قدرت میگه بیده الملک، قدرت به دست از او هست. کل مردم میگه که این غریب است، برشه چشتک نتی. اونو پیسه دار از 10 تا بچه داشته باشه. بری که پیسه دار از بشتکی تمام روز هند و فرانسه پشت اشتک میدوه. و این غریب است سعی کنی که دروازه شواز میشه 16 تا اشتک هست نیست. هست نیست همتون. قدرت خود الله نشان میده. بسیار آدم ها رو ببینی که خوب لوکس است. چطور هستی؟ والا کمربند سیاه دارم. چند تا اولاد داری؟ نه والا تاواله. مشتک ترک نیست. یکی دیگه رو ببینی کج کور غریب واجد بیچاره پرسانش کنی چند تا داری؟ میگه اینا بچه ها رسیدی. قدرت الله هست. قدرت خود الله نشان میده برای ما. شما ضعیف مردم هستید. شما ضعیف هستین، ضعیف که هیچ بر شما کبریا و تکبری گپ ها هیچ شایسته نیست. یگان بچه ها رو ببینید سر قواری خود بسیار افتخار میکنه. دیگر رو سعی کنید در یک جای سوخته آمده که بینی که این قیق دراز تو همون نیست. ولی چی شد روی تا؟ حالا استاد یک جای تیل در گرفت گاز کومگه کایم ده شهو شد. هیچ کومه نداره. الله متعال قدرت خدا برای هر کسی نشان میده. الذی باز میگه او انسان، تو که ادعای قانون سازی میکنی و حکومت سازی میکنی، تو مرگ زندگی رو خلق کرده میتونی؟ آیا ندیدی کلان طاغوتا مردن؟ از مرگ از واپن بگه الذی، الله ذاتی است که خلق الموت و الحیات، خلق کرد زندگی و مرگ را. خطرناکترین ها میمورن. اعلان میشه فلان نفر چه شد؟ فلان پیدا شد. لیبلوکم، تا که امتحان بکن شما را که ایکم کدام یکی شما احسن و اعمال حسنه میکنید. و هو الله میگه اونو کسی حاکمیت سیاسی به دست از او هست که العزیز و غالب است سر کلگی. الغفور، باز با وجود از اینکه بسیار غالب است بسیار بخشاینده هم است. بعضی کسا که زور پیدا کرد باز نمیبخشه. فهمید؟ یعنی بعضی کسا که میبخشه و بیچاره زور نداره. الله متعال ذات است که هم غالب است و هم بخشاینده. الذی، او ذاتی که خلق 7 سماوات طباقا. امی تو بخیز که قانون میسازی به این 7 آسمان تو قانون ساخته میتونی؟ تو بگینی یک آسمانک جور کن، یک خانه جور میکن، دیگر از خانه چپه شده. خانه چپه شده. الله متعال 7 آسمان در بالا خلق کرده. الذی خلق 7 سماوات ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. نمیبینی در خلقت الله چیز فرق. سبحان الله چقدر ایره با اونمو سیستمی که امروز ساینسدان ها برای ایران ماندن که چه قسم خلق شده ای کهکشان ها تعجب میکنن. میگه ما تعجب کردم مسلمان شدم. کلان ساینسدان ها رو پرسان کنی میگه والله که خلقت آسمان ها را دیدیم، سیارات. ما بیچاره ساینسدان ها تا وال نیمه هنوز در هوا هستن. نه این مخلوقات که نظام شمسی یا کلش در فضا هستن، هنوز بس چت نرسیدن به آسمان. هنوز هم در کلش نرسیده. یکیش میگه یک سیاره است، بس میگه یکی دیگه هم نو کشف شد. این فرجع البصر، بگردان چشمتان را.
بگردان چشمت، سیل کو طرف آسمان، هل ترى من فطور، کدام خلل میبینی در سیارات الله، در آفتاب الله، در مهتاب الله؟ کالای تا پارسال خریدیم امروز که کالای چند تا داغ داره، پتلون چند تا 2 سال پیش تا که چند تا سوراخ داره، اما آفتاب الله را که چند تا سوراخ داره، آسمان الله را که نو جدید، اما تو مثل که نو ساخته شده باشه، کهنه نمیشه، قدرت الله هست. فرجع البصر، پس بگردان چشمت را، هل ترى من فطور، آیا کدام خلل را میبینی؟ ثم ارجع البصر، الله میگه باز بگردان چشمت، کرتین، کرت دیگر، 2 مرتبه، 2 کرت، ینقلب الیک البصر خاسئا، ینقلب برمیگردد الیک به سوی تو البصر، یعنی چشمت خاسئا ذلیل، و هو حسیر، در حالی که اما تو چی مانده؟ اما تو حسیر، با حسرت و وامانده، و اما تو درمانده هست. ولقد، الله متعال میگه و یقینا، که اینجا علما میگن که قسم محذوف است، میگه ولقد، قسم است الله متعال که میگه ما زینا السماء الدنیا، زینت دادیم آسمان دنیا را. چرا الله اینجا ضمیر جمع را استعمال کردن؟ در جایی که الله کبریا و عظمت خود بیان میکنه ضمیر چی استعمال میکنه؟ جمع. در جایی که توحید استعمال میکنه ضمیر مفرد، قل هو الله احد الله الصمد. لكن در جایی که عظمت و قدرت و قوت خدا، ولقد، الله میگه یقینا که زینت دادیم ما به عظمت خود. چی را؟ السماء الدنیا، آسمان دنیا را. این آسمان که شما ببینید آسمان دنیا هست، به مصابیح، با چراغ ها که سیارات است، و جعلناها رجوما للشیاطین. این سیارات شما عادی فکر میکنید، در حقیقت راکت های الهی هستند که فایر میکنن راکت سر کی؟ سر شیطان ها. رجوما، رجم کننده هستن. رجم چی است؟ سنگ میگن مثل که راکت ها، اما تو فرق شیطان ها مثل که سنگ فرقش بزنی. و اعتدنا، ما آماده کردیم لهم، برای شیطان ها، عذاب سعیر، سختترین عذاب چی را؟ دوزخ. ولی الذین کفروا، و کسانی که باز کافر میشه از انسان ها، به ربهم، به پروردگارشان، عذاب جهنم، عذاب جهنم است، و بئس المصیر، و بسیار بد جای است بازگشت از اینا. اذا القوا فیها، وقتی که دوزخی ها در دوزخ انداخته میشن، سمعوا، میشنون در دوزخ، لها، بر زمین دوزخ چی میشنون؟ شهیقا، شهیق یک صدای خطرناک که دل و قلب و گوش همو تا دلرزه میاره. اینه میگن یک صدای خطرناک، دمی چی است؟ غرس میکنه آتش، همین دوزخ. و هی تفور، در حال که فوران است، جوش میزند، فواره میکنه می آتش را. الله نجات بده. تکاد و تمیز من الغیظ، میگه نزدیک است که امی آتش تمیز من الغیظ، یعنی بترقه از بسیار قهر. این غضب الله است. آتش الله با غضب خود چی کرده؟ بگی غضبناک می باشه سر زمین دوزخیه. کلما، پس هر وقتی که القی فیها فوج، انداخته میشه در دوزخ یک گروهی از مردم، سألهم خزنتها، سوال میکن از پیش از اینا. خزنه چی نمیگن؟ خزنه یعنی خازنین یا مسئولین دوزخ یا مسئولین عذاب، از اینا پرسان میکنن ای انسان، شما عقل داشتین، انسان بودی، کرامت داشتی، الم یأتیکم نذیر، پیش شما کدام ترساننده نآمده بود شما را خبر بده که دوزخ این تو خطرناک است، این تو سخت است، ایمان برین؟ قالوا، بازی دوزخیا چی میگن؟ بله قد جاءنا نذیر، آمد پیش ما بسیار ترساننده ها. فکذبنا، باز ما چی کردیم؟ تکذیب کردیم، گفتیم برو برادر، پیغمبر کی گفته و دعوتگر کی گفته و عالم کی گفته و ملارش سیکو، چلیش سیکو، تیار سیکو، در یک مملکت قدر شما هستید. فکذبنا، تکذیب کردیم. و قلنا، و گفتیم ما نزل الله من شیء، الله هیچ چیز را نازل نکرده. این انتم الا فی ضلال مبین کبیر، بر زمین علما، بر دعوتگرا، بر پیغمبرا، بر جا گفتیم شما خودتان در گمراهی هستید، شما گمراه هستید، ما روشن فکر هستیم، ما فهمیده هستیم، ما کل چیز درست میفهمیم، شما اصلا در غلط هستید، در گمراهی بزرگ. حالا چی میگن؟ و قالوا، با زمین دوزخیا میگن که لو کنا نسمع، اگر ما گوش میگرفتیم به یک آیت قرآن، به یک حدیث پیغمبر، او نعقلو، یا حداقل از عقل خود کار میگرفتیم. در بین خود باز میگه اگر ما گوش میگرفتیم
چقدر درس‌های ترجمه قرآن بود، چقدر درس‌ها بود. اگر ما حداقل یک روز گوش می‌گرفتیم یا حداقل از عقل خود کار می‌گرفتیم که آیا دنیا کل چیز است؟ ما کنا فی اصحاب السعیر، ما در جمله دوزخیان نمی بودیم. یعنی الله متعال میگه اگر کس به قرآن و سنت گوش بده و یا در مخلوقات الله با عقل خود درست فکر بکنه، حتما از آتش دوزخ چی پیدا میکنه؟ نجات پیدا میکنه. چرا؟ سبب ایمان از این میشه. فاعترفوا بذنبهم، الله میگه بازیا اعتراف میکنن به گناه خود. فسحقا لاصحاب السعیر، باز لعنت است، ذلت است و خواری است. برای کی؟ برای اصحاب السعیر، دوزخی ها. ان الذين، الله متعال میگه در مقابل از اینا یقینا کسانی که مقایسه میکنن، دوزخی ها را دیدین، وضعیتشون را دیدین، حالتشون را دیدین، دوزخ را دیدین، در مقابل از الله نعمتهای خدا بیان میکنه که ان الذين، آل مقایسه بکنین حالت از اونا رو با حالت این کسایی که یقینا کسانی که یخشون میترسن ربهم، از ربشان، بالغیب، بغیب، لهم مغفره، بر از اونا چی است؟ مغفرت است. و اجر کبیر، اجر کبیر چی هست؟ جنت الله است، پاداش بسیار بزرگ. ای مسلمان ها، و اسروا قولکم، اگر پت گپ بزنین، سری بگوین سخنایتان را، پنهانی بگوید، او اجهروا به، یا او را آشکارا بگوین. انه علیم بذات الصدور، الله ذات یگانه است که توحید در علم غیب بفهمین که بسیار عالم است. بذات الصدور، بر راز سینه ها، آنچه که در سینه هایتان، قلب هایتان، دو قلب هایتان میگذره او را میفهمه. الا یعلم من خلق، آیا نمیدانند من خلق، آن ذاتی که آفرید. من کیست؟ خلقه که خلق کرده است. الا یعلم، نمیدانه؟ من کسی که او ذاتی که خلق کرده است. اینجا تو مثل سوال وارد میشه از شما که الا یعلم، آیا نمیفهمه من او ذاتی که خلق کرد این مخلوقات؟ میفهمه. جوابش چی است؟ یعلم، میفهمه کل چیز. چرا میفهمه کل چیزا را؟ به خاطر ازی که پیشتر گفت که علیم به ذات صدور است، یک صفتش. دوم صفتش لطیف است، بسیار باریک بین است. چیزهای دقیقی که لقمان حکیم برای بچه خود که گفت یا بنی انها ان تک مثقال حبه من خردل فتكن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله. اگر یک عمل که کوچک ذره بینی میکنی در آسمان ها و در زمین باشه، الله او را، چرا؟ ان الله لطیف. همونجا برای بچه خود گفت لقمان که الله لطیف است، خبیر است. اینجا الله میگه که الا یعلم من خلق، آیا نمیفهمه او ذاتی که این مخلوق خود خلق کرده؟ قلب تو را کی خلق کرده؟ الله. فکر تو را کی خلق کرده؟ الله. این موجودات ذره بینی را کی خلق کرده؟ الله. پس اگه تو یک عمل را میکنی به اندازه یک مخلوق، یک حجروی، به اندازه یک سلول، الله متعال را میفهمه. چرا؟ الله لطیف است، باریک بین است و الخبیر، بسیار با خبر است. هو الذی، الله ذاتی است که جعل لكم الارض ذلولا، الله ذاتی است که گردانیده زمین برای شما چی؟ ذلول، ذلیل، تابع، منقاد. فامشوا فی مناکبها، پس برین در نواحی امی زمین، و کلوا من رزقه، و بخورین از رزق زمین، و الیه النشور، و به طرف الله شما دوباره چی میشین؟ برگشت میکنین یا زنده میشین، نشر میشین، به سوی الله جمع میشین، میگردین. اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، اامنتم، آیا شما در امن هستید یا احساس امن میکنین، خوف ندارین؟ من از او ذاتی که فی السماء، در آسمان هست، یعنی الله متعال فوق عرش است، در بالای شما هست. ان یخسف بکم الارض، ای که او ذات زمین بر شما چی کنه؟ خسف، فرو بردن است، که زمین هم تو فرو ببره، مثل که قارون ندمی داخل خاک از بین، همین زمین پایین ببره که بالاخره شما ذلیل شی. فاذا هی تمور، باز ناگهان همین زمین در جنبش بیاید، در حرکت بیاید. امنتم، یا یک قسم که شما، یا آیا شما در امن هستین؟ من فی السماء، از او ذاتی که در آسمان است، ان یرسل علیکم حاصبا، ای که بفرستد بالای شما حاصبا، سنگ ها را از آسمان. فستعلمون کیف نذیر، باز بفهمیم که چه قسم از ترساندن.
یعنی الله میگه باز وقت میفهمی که ترساندن ما چه قسم است. ولقد کذب الذین من قبلهم و یقینا که تکذیب کردن کسانی که قبل از اینا بودن. فکیف کان نکیر، پس چه قسم بود عذابشان. یا الله میگه فکیف کان نکیری، ای نکیری، یعنی چه قسم بود عذاب من. اولم یرو، آیا انسان ها نمیبینن الی الطیر، به طرف پرنده ها، فوقهم بالایشان، صافات که صف هستن، و یقبضن، گاه صافات چی معنی که بال خودمت مثل صفاره میگسترانن، و یقبضن گاه بال خود چی میکنن جمع میکنن. ما یمسکهن الا الرحمن، اینا را در آسمان نگه نمیدارد مگر ذات خالق الرحمن که نعمت برشان داده، نعمت پروازه. تو انسان میدونی که کتی دستایت پرواز بکنی، یک پرنده که خورده سعی که چطور هم لکس از یک جای در جای دیگه هم تو میره، کل سرکا بند باشه و پرندهش در قصهش هم تو شو از میره در جای خود. اما ما و شما تمام روز در جای استاد میباشیم. میگه که این کلش قدرت الله هست. انه بكل شيء بصير، یقینا که الله مطالع به هر چیز بیناست. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم، امن یا کی هست هذا الذي، او کسی که هو جند لكم، و لشکر شما باشه، ینصرکم که شما را نصرت بکنه، من دون الرحمن، بغیر از الله. این الکافرین، میگه نیستن کافرا الا فی غرور، مگر در فریب و غرور. امن هذا الذي، یا کیست او کسی که یرزقکم، روزی میدهد شما را، این امسک رزق شما را، این امسک رزق، اگر الله بند بکنه، امساک نگه داشتن و بند کردن است، رزق روزی خود. اگر الله رزق خود بند کنه، یا به سرتان در آسمان بند کنه، در زمین بند کنه، کی بر شما رزق میده؟ بل لجوا فی عتوب و نفور، بلکه اینا با بسیار لجاجت پیوستن در چی؟ فی عتوب، در سرکشی، و نفور، و در نفرت از حقیقت. افمن یمشی مکبا علی وجهه، انسان ها شما مقایسه بکنین، افمن، آیا او کسی که یمشی در زمین میره مکبا علی وجهه، که در روی خود افتاده، یعنی با پای خود برا نمیره، در روی افتاده، اهدا، این هدایت شده؟ اما یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا کسی که روان است برابر به راه راست. حالا دو نفر است، یک نفر سل میکنه با دو پای خودم منظم روان است، یک کسی دیگر ببینی که پای نداره، در روی خود در زمین خود کشکش کردن میره. چرا تو میکنی؟ چرا تو میکنه کله خودت پایین انداخته؟ و تو چرا میکنه روی خودت در زمین مانده و ملاقق زده در راه میره؟ میگی دیوانه است، حسابش خراب است، مجنون است. الله میگه آیا انسان راست با این مساوی هست؟ او انسانی که با عقل خود قرآن میپذیره، سنت میپذیره، مطابق شریعت الله حرکت میکنه، این مساوی است با این کافر بیدینی که مثل دیوانه وارد در حرکت است؟ ابدا نیست. قل بگو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و آله، هو الذی انشأکم، الله ذاتی است که آفرید شما را، و جعل لكم السمع والابصار والافئده، بر شما خلق کرد چی را؟ گوش هایتان را، حس سامعیتان را، والابصار، حس باصریتان را، والافئده، و قلب های شما را. قلیلا ما تشکرون، شما بسیار کم شکر میکنین. قل هو الذی ذرأکم فی الارض، بگو برشان او ذاتی که پراگنده ساخت شما را فی الارض، در زمین، و الیه تحشرون، و به سوی از شما حشر میشین. و یقولون، و میگوین همین مردمای بیدین، متى هذا الوعد، این وعده قیامت و عذاب چه وقت است؟ این کنتم صادقین، اگر شما رازگو هستین. قل برشان بگو انما العلم عند الله، ای که قیامت چه وقت میاد، علم ازیر ما نمیفهمیم، این علمش به نزد الله هست. و انما انا، ما که هستم نذیر مبین، اونم پیغمبر هستم. خطاب رسول الله صلی الله علیه و آله است که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه ما چی هستم؟ نذیر، پیغمبر هستم که شما را از عذاب ها میترسانم، مبینن، به شکل آشکارا. فلما، پس هنگامی که رأوه زلفتا، ببینن آن را، عذاب ببینن، زلفتا نزدیک، سیئت وجوه الذین کفروا، باز وقت سیاه میشه چهره های کسانی که کافر شدن، و قیل، گفته میشه برشان هذا الذی کنتم به تدعون، این همون عذاب است که شما به او چی میشین؟ در دنیا شما او را طلب میکردین. کنتم به تدعون، همیشه میگفتین بیار عذاب، بیار عذاب، این عذاب آمد. قل ارایتم، بگو برشان ان اهلکنی الله، اگر الله مرا هلاک بکنه، و من معی، و کسانی که امرای ما هستن، او رحمنا، یا بالای ما رحم بکنه، فما یجیر الکافرین من عذاب علیم، کی نجات میته و پناه میته کافرها را از عذاب دردناک. قل هو الرحمن، بگوی رسول الله صلی الله علیه و که الله ذات مهربان است، آمنا به، که ما به او ایمان آوردیم، و علیه توکلنا، و ما فقط به الله توکل میکنیم. فستعلمون، باز شما میدانین، من هو فی ضلال، صبر کنین، باز روز قیامت شما میفهمین که کی در گمراهی آشکار است. قل بگو برشان ارایتم، آیا دیدید، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر بگردد ماؤکم، آب شما، غورا، خشک،
اگر این آب آسمان و زمین خوش شود فما یأتیکم بماء معین، باز کی هست که بر شما امی آب روان و آب جاری را بر شما بیاوره. الله ربنا و رب العالمین ان شاء الله سيأتينا بماء معین. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.